گوش دادن به موسیقی و آهنگ حرام و ناجایز است. تمام کتاب های ما بر این امر اتفاق نظر دارد که گوش دادن به موسیقی و آهنگ درست نیست و علت حرمت و ناجایز بودن آن این است که در احادیث منع شده است. در یک حدیث آمده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند استماع الملاهی معصیت. حالا این حدیث البته در موردش صحبت شده، اما چون احادیث دیگری هم تایید میکند این امر را، به همین خاطر علمای ما در تمام مذاهب اتفاق دارند که گوش دادن به موسیقی درست نیست. حتی در یک روایتی آمده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، روایت به این صورت است که انه علیه الصلاة والسلام ادخل اصبعه فی اذنه عند سماعه، که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقت شنیدن موسیقی انگشتان مبارک رو داخل گوشهای خودشان قرار دادند تا نشنوند. به همین خاطر در فتاوای ما در تتارخانیه، در الدر المختار، در البزازیه، در تمام اینها آمده است که گوش دادن به موسیقی درست نیست و جایز نیست. آن در کتاب های اردو هم آمده ذکر شده و علت عدم جواز رو هم گفتم به خاطر اینکه این در احادیث منع شده است. یعنی این دلیل نقلیش امینه که در احادیث منع شده است و دلیل عقلیش اینه که این یک نوع بی‌حیایی و بی‌بندواری رو رواج میده. موسیقی باعث میشه طرف خیلی شاد بشه و تغییراتی در وجودش پیش بیاد، کارهای سبک و بی‌حیایی رو راحت تر انجام بده. به این خاطر موسیقی حرام شده است. در یک روایتی آمده است الغنا ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، که غنا، موسیقی نفاق را چنان در قلب شخص پرورش میدهد، نفاق را ایجاد میکند، همانطوری که زراعت را، مزرعه را آب چطور سبب میشه که مزرعه رشد بکند، موسیقی هم به همین شکل نفاق رو در قلب ایجاد میکند. به این خاطر موسیقی نادرسته، ناجایزه. حتی اگر یک شعر اسلامی در آن موسیقی باشه این جایز نیست. البته طبل و طبل زدن این رو گفتن در مواقع سرور اشکالی نداره. طبل با موسیقی فرق میکنه. طبل مثلا روی یک چیزایی هست مثل چوب رو اونها بزنی، اونو در مواقع سرور یا اعلان گفتن اشکالی نداره. به این خاطر اون گنجایشش بیشتره. اگر کسی مثلا شعری در اون فقط از طبل استفاده شده بود، گوش دادن و به اون علما گفتن گنجایش داره.